سلام. این جلسه راجع به گام‌های موازیه و اینکه ما چطور میتونیم ازشون آکورد قرض بگیریم واسه غنی‌تر کردن گاممون. و اگه یادتون باشه سری قبل از دومینانت ها استفاده کردیم و این بار میخوایم از گام‌های موازی استفاده کنیم. و مثالی که میتونم براش بزنم آهنگ بوهمیان رپسودی، آهنگ گوره کوین که از این جریان تو آهنگش استفاده کرده. خب برای اینکه بتونیم از این گام و آکوردش استفاده کنیم باید اول این گام رو بشناسیم، گام مینور طبیعی رو که درجه سوم، ششم و هفتمش بمول شده. و میتونیم حالا آکورداش رو بسازیم و یاد بگیریم یا میتونیم حفظش کنیم. چیزی که وجود داره من تو جدول بالا این نمایش میدم که چطوری از آکوردهای مینور طبیعی توی گاممون استفاده کنیم. اگه بخوایم ما یه مثال بزنیم که حس و حالش رو قشنگ درک کنیم، من یه سری آکورد براتون میزنم و شما میتونید احساس این جریان رو کامل درک کنید. و خب میتونید نامگذاری کنید براش. حالا چیزی که راجع به این گام هست میگن که گام ملایم و تاریکیه، ولی خب شما خودتون میتونید براش کد گذاری کنید. مثال اول برای آشنایی با تغییر گام دو ماژور به دو مینور طبیعی. مثال دوم میتونیم از لا وارد لا ماژور بمول بشیم.